سلام دوستان، توی این ویدیو میخوایم یاد بگیریم چجور یه تایمنیل حرفه‌ای برای یوتیوبمون بسازیم، برای کانال یوتیوب. یه چند تا نکته هستش. اول اینکه میتونیم 0 تا 100 کار رو از photopea.com انجام بدیم که یه فتوشاپ تحت وب هستش به صورت رایگان و خیلی ابزارهای عالی به ما ارائه میده که یه تایمنیل واقعا حرفه‌ای بسازیم. ولی من میام چیکار میکنم؟ من میخوام فونتش رو با این ابزار انجام بدم و همین فونت رو وارد برنامه کنوا میکنم. پروژه جدید بیاید تعریف کنیم. میریم رو فایل، نیو و یوتیوب کاور کرییت میکنیم و بعد میریم روی ابزار تی که همون تایپ هستش، اینو انتخاب میکنیم، فونتمون رو فارسی میکنیم، اینو اینطوری و می نویسیم 0 تا 100 0 تا 100 ساخت تامنیل دیگه، در واقع یوتیوب. خب یه چند تا ابزار هستش خیلی کاربردی هن. اولا اینکه من باید اینو به شما بگم که این فونتش لاله‌زار استفاده کردم و این فونت به صورت بای دیفالت برنامه نداره. پس توی سایت های ایرانی مثل فونتیاب میتونید سرچ کنید، این فونت رو پیدا کنید، دانلود کنید و نصبش کنید. نصبش هم به این صورت هستش، چون این یه نسخه تحت وب هستش و لود فونته، یعنی میزنید روی لود فونت و فونت رو لود میکنید و بعدش اسمش رو سرچ میکنید میاد دیگه. اینجا توی فایند اسمش رو مینویسید و فونت رو روی لیر استایل. یه چند تا استایل بهش میدم. اول استروک بهش میدم. استروک مثلا سایزش میتونه رو 16 باشه و رنگش مثلا الان رو حالت لیمویی زرد و اینا، یه حالتی باشه که در واقع تضاد داشته باشه با خود متن. حالا اوپسیتیش هم مثلا یه خورده بیاریم پایین و سایز این. الان میبینید یه استروک ایجاد شد، ولی من میخوام به جز این میتونیم تو بلندینگ آپشن همه اینا رو ببینیم. حالا من میرم روی دراپ شادو. روی دراپ شادو دیستنسش بیشتر مهمه. اوپسیتی 100 با دیستنس مثلا 47 یه خورده شاید زیاد باشه، مثلا 27. اینا رو میتونید دستکاری کنید، عوضشون کنید دیگه. و بعد میرم روی لیر استایل و استایل دیگه ای که میدم بولن امباسه که دپس بهش میدم. استایلش هم باید روی اینر بیول باشه. خب دیفالت این سایزش رو 150 بالاتر نمیره. من چجوری سایزش رو این همه بزرگ کردم؟ سایز هم روی ادیت و فری ترانسفورم که کلید میانبرش آلت و کنترل و تی هستش و اینو که انتخاب میکنید میتونید سایز متن رو تغییر. دیگه نمیخوام به حالت تکست باشه، میخوام راسترایزش کنم که بتونم یه سری فیلترها و تغییرات روش ایجاد کنم که تو حالت تایپ نمیشه. راسترایزش که میکنیم دستمون بازتر میشه. حالا در حالی که کلیک کردم روی لیر متن، کلید کنترل رو میگیرم و حالا میبینی که سلکت شد کل متن. ولی من میخوام، چرا این کاری کردم که این سلکت بشه؟ میخوام یوتیوب رو مثلا قرمز کنم، میخوام رنگاشون رو عوض کنم. خب پس میام چه کار میکنم؟ مثلا اول میرم روی این رنگه، میرم روی قرمز. خب از پالت رنگ مثلا قرمز رو برمیدارم، اوکی میکنم و بعد میرم روی سطل رنگ، پینت باکت تول اینجا و میریزم اینجا پاکت تولو. خب خیلی فیلترهای دیگه هم بدیم. مثلا من میرم روی لیکویفای و این برای موقعیه که مثلا اگه ژانر ویدیوتون ترسناک باشه و اینا خیلی به درد میخوره. اینو حالا مثلا سلیقه دیگه میدونید میخوام چی بگم، مثلا میتونید اینو یه خورده قیروفر بهش بدید دیگه. ولی من اینو فقط برای اینکه نشون بدن که چه آپشنایی داره این برنامه چیز کردم، نمیخوام الان اینا رو اعمال کنم. دیگه که باید بکنید، باید برید روی بک‌گراند و در واقع این چشمو ببندید و که فقط متن سیو بشه، چون ما میخوایم این متن رو وارد برنامه کنوا کنیم. پس میایم روی فایل و اکسپورت از PNG میکنیم. اکسپورت از PNG که کردی، سیو رو بزن و برو روی سیود مسیج، در واقع برای تلگرامت به صورت فایل اینو چیکار کن؟ آپلود کن. خب
آپلودش کن به صورت فایل و بعد من الان گوشیمو وصل میکنم به لپتاپم. چیکار میکنیم؟ روی آپلود میریم، آپلود فایل و دیوایس، فوتو لایبرری و ببخشید دوستان من قبلش باید یه کاری میکردم، اونم این بود که باید از تلگرام چیکار میکردم؟ اینو دانلود میکردم. خب حالا این خیلی شاید خوشگل نشده باشه ولی به هر حال یه نمونه است که روال کار دستمون بیاد دیگه. اینو اد میکنم و یه بار دیگه روش کلیک میکنم میاد اینجا. و حالا که این عکسه جستشو من باز از همین کنوا ایده گرفتم که اینطور جستی بگیرم، چون هزاران نمونه کار بهت نشون میده. از اون نمونه کارا میتونی ایده بگیری، از خودت عکس بگیری، ادیتش کنی و اینجا بذاری. تو ریپلیس میتونی عکس رو عوض کنی. با بی جی ریموور باید بک‌گراندش رو عوض کنید، ولی من میخوام همون عکس قبلی خودم باشه. فقط خواستم به شما نشون بدم که چجوری عکس رو عوض میکنیم. پس با ریپلیس عکس رو عوض میکنیم، با بی جی ریموور هم بک‌گراندش رو عوض میکنیم. منتها اگه نخواستید با این برنامه بک‌گراند رو عوض کنید، میتونید با اینشات یا خیلی برنامه‌های دیگه هستن که بک‌گراند رو پاک میکنن واسهتون، خیلی قشنگ و تمیز. حتی با فتوشاپ و حتی چرا راه دور بریم، با همین برنامه فوتوپیا میتونید بک‌گراند عکستون رو پاک کنید که اگه خواستید من میتونم یه ویدیو جدا راجع به این درست کنم که چجوری خودتون بک‌گراند رو عوض کنید. و حتی میتونید این بک‌گراند رو هم، خب حالا من یه بک‌گراند سبز داشتم، میتونید اینو هم عوض کنید تو این برنامه و سیوش کنید. این هم از تامنیل ما. امیدوارم که مفید بوده باشه. خدا نگهدارتون. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه.